آیا سی جی واقعا توی جی تی 10 سکته میکنه؟ و خیلی گفتن که توی جی تی 10 وقتی سی جی زیاد بخوره سکته میکنه و میمیره. حالا این سوالی که اومدیم توی این ویدیو جوابش رو بهتون بدیم و بدون معطلی بیشتر بریم سراغ ویدیو. خب دوستان برگشتیم بازم دوباره این روسان کثیف این آقا. حالا بریم ببینیم واقعا سکته قلبی واقعا تو جی تی 10 اتفاق میفته یا نه. این غذا رو میخوام. سالاد که رژیمیه با یه چیزی حال کنیم. خب بخور فقط باید الان بخوریم بشی. چی میگی با غذا تو بده وا چندش دوستان از این ویدیو بود شوخی بسته. خب حالا دیگه دارن همه دیگه دروغ میگن دیگه، هر کاری میکنن یا با موده یا چی بگم والا. حالا اگر از این ویدیو خوشتون اومد ما لایک کنین، کانالمون هم دنبال کنین و تا ویدیو بعدی منتظر بمونید. تا ویدیو بعد خداحافظ.